سلوا جان دانشجوی مستر رشته مدیکال نوروساینس است که با برخورداری از رزومه لازم توانسته به دانشگاه UCL راه یابد. تجربیات سلوای عزیز را از زبان خودش بشنوید. سلام، من سلوا هستم، دانشجوی مستر مدیکال نوروساینس و الان توی UK دیمنشیا ریسرچ اینستیتوت دانشگاه UCL دارم پایان‌نامه مسترم انجام میدم. اینستیتوت یه مرکزیه که کل دراگ دیسکاوری و در واقع واکسین دیسکاوری بیماری‌های مختلف مغزی مثل آلزایمر، پارکینسون، اوتیسم و سایر بیماری‌های مغزی اینجا انجام میگیره و یه مؤسسه بسیار بزرگیه که توی کل UK شناخته شده است. پایان‌نامه مستر من در مورد عامل بیماری‌های پروتئین‌های دخیل در بیماری آلزایمر و پارکینسون هستش. این میکروسکوپی که می‌بینید اسمش هست سل دیسکاور که یکی از پیشرفته ترین میکروسکوپاییه که شما میتونید نورون‌ها رو حتی سیناپس‌هایی که نورون‌ها با هم تشکیل میدن توی ابعاد خیلی خیلی ریزتر میتونید وارد سل بشید و همه اجزاشو ببینید. جای مختلف و نقش مؤثر جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت پیوند و برای دیدن عکس‌ها و ویدیوهای دانش آموزان به پیج ما سر بزنید.